بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العاشر: رحمتهم والرفق بهم. دهم رحمتهم دلسوزی کردن ویها و رفق بهم و به اونها مهربانی کردن. یعنی ما در اینجا اساسا موضوعی که ما در تحت وی چند بند گذاشتیم که بند دهم آمدیم، کیف نقوم بحق فردات اکبادنا، ما چخیل بجا آوردن میتوانیم حق و حقوق جگر گوشه های خود را، یعنی حق و حقوق فرزندان خود را چخیل بجا آوردن میتوانیم. گفته یکم به اختیار نام خوب برایش، نامش سنگین و چوبین و بولتبای و تقسمبای و خیلی نمانند. دویم عقیقه کردن. خب سیم چی بود؟ شیرخوارگی کردن، یعنی که باید شیر مادرش یا که شیر یگان کسی خوبه نوشیدنش در کار است برای بقوت شود فرزند، با خصوصا از دیه ها باشد خوب است، زیرا اینکه زنهای دیه در اسلام بقوت‌تر هستند نظر از اون زنهای شهری که هر روز در بازار پنجشنبه. چهارم نفقه راندن. مثلا این خیلی نشود که مثلا بچه عرصات مثلا بیو و اونها رو در دیه در قشتاقا پرده به خودت رسی بیایی گردی سنکس خورده گردی و اویان اون نقاق نون سیم اردی سیم قطنم و مکرون قطع حیاتشون گذرونن. خیلی اینم یکی از نشانه های چه به دست آوردن فرزند صالح که وقتی نومش نگ میکنی عقیقش میکنی شیر خارگی رو و شیر به اتمام میرسونی بچه نه خب نفقا بخورونی میپوشونیش. خب و در هدیه عدالت کردن سرسر گذشتی سیم این را تحتشون دلیل هاش گذاشتیم. ششم اونها را به نماز خواندن امر میکنی و صبر میکنی. این خیلی که ابوگویی دویم گفتم میری وای بس مغفور میشن نمیشن در بمداد نمیبود گفتم میگیری بله. خب هفتم احتیاط کردن از دعای بد در حقشون. الله توفیق قطعا خد در روی این گپ سخت بود وقتی میگی الله خدای انصافش دیگه برانگی بیا ولی چه و گپش میگردونه رو چکو منه اخونم و حق پیش نماز جمعه بینم، حق پیش نماز عید قربونت بینم. گفته با خیلی میکنن چرا منه که هر چورش چرا قصد ندیگه تمام بچه من این دعای بند است. یا که دخترها رو دعای بند میکنن مادرها عروس چپت بینم حق روز نیک نبینی خیلی ممکن نیست این همش که یک دعا قبول شدن ممکن است. من میبینه عروس چپ میشه میبینه با میبینه با بیچاره دوما با گناهگار. تو فرزند خیلی تبعت دخترت خیلی تربیه کنی و خیلی دعای بد کنی با وقتی که عروس چپش گفتی چپ گرد بیاد خونه با دوما این خیلی با نامرده سر میشه تنهایی خصوصا با امنشو باشد مشکله. بله. هشتم کودکان در ساعت‌هایی که جن‌ها پراکنده میشه از خانه‌شون برآمده پهن میشوند نگه داشتن یک ساعتی معین نگه می‌داره کودکاری که مثلا برآمده نگردن که زیر پای جن‌ها نشن که جن‌ها بیاره و خلل نرسونن. نهم و یا حواسان میکنی که دائم رفیقی خوب گیرن و احتیاطشون میکنی که رفیقی بد نگیرن. یاری بد بدتر است از ماری بد. خیلی که میگویم باور شد. اکنون دهم مهربانی کردن، رحم‌پوری کردن به اونها و دلسوزی به اونها کردن. روایت میکنن عن عروة ابن الزبیر، میدیدن عروة ابن الزبیر که میخواند سر عروة نامش چی بود؟
بله عروه همین خودش عروه ابن زبیر ابن العوام الاسدی ماشاءالله. زبیر در عایشه با عایشه چی میشد؟ یازده میشد نه خیر. زنی زبیر چی اسماء بود آخه خواهر عایشه خیلی خورق مصدر داد آوازش نیمی مثل گرفته. عن عائشة این کدوم عایشه رو بسید؟ بنت الصديقة بنت الصديق صديقة دختر صديق رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. همسر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدثته انمی همسر پیامبر علیه الصلاه و السلام نقل کرده او را کیرا عروه را و عروه و زبیر یازش میشه. زبیر را نگویدم که کیرا میگوید عروه را میگوید و عروه چیزش میشه جانش میشه بسری خواهرش میشه. قالت گفت که جاءت امرأة معها ابنتان به نزد من یک زن آمد همراهش دو تا دخترچه تسألونی مسئلت کرد مرا. میدونی تسألونی چی میشه؟ تو گدایی میگیم که گدایی کلمی بیزه بسه هم یک ناچار مونده من یک چیز پرسیدنی آمد یک اون چیز خوراک داری یک اون چیز دیگه. فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. این زن بیچاره در نزد من غیر از یک تا دانه خرما هیچ چیز دیگه نیافت. زن پیامبر علیه السلام میینه در خانش غیر از میگود یک دانه خرما دیگه هیچ چیز نبود که تیمش مزنه به دو دخترش. زنای ما در خانه مکرون است، گوشت است، این است، که همش نه. بعضی زنان با ناشکری و چه خبر بشه با میبینه خوشتومن با اگر دندونش تیز باشه اشکوش دوته تیز باشه اگر خوشتومن الله نگه دارن خوشتومن برای میشه دعا کردن که الله تعالی آرام خوشتومنی بعد نگه داره هر یکسن. چون مردم تتر بسیار شما از زناش جدا شدن خوشتومناش جدا میشن. یگون در روسیه یگون تتر من ندیدم که خوشتومن جدا نشده باشه. بس هر میکند نمی خورونی نمی پوشونی شب نه. از این پیامبر علیه السلام میگه در خانه‌اش یک دانه خرما بوده صبر کرده با هوایم برای میزنک داده است. فاعطیتها به همون زن دادم. رشته سخن از خاطرتون نبره یعنی موضوع اساسی یعنی مهربانی. یا درباره مهربانی نسبت فرزندان مهربانی دلسوزی نسبت فرزندان جوش میشد که از خودت مقدمتر میبینی. همین خیلی است. فقسمتها بین ابنتیها. همون یک دانه خرمایی که من برای اون زن بخشیدم یک دانه خرما رو دو تقسیم کرد بین هر دو دختراش داد. یک شقش یعنی یک پهلوش برای یک دختر چش یک پهلوش برای خودش چیمون همین دانه قاب خیلی. ثم قامت فخرجت. بعد از اون خسته رفت برآمد رفت. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب پیامبر صلی الله علیه و در این حین داخل شد. فحدثته همین حادثه را برایش نقل کردم. فهمید همین حادثه که حاضر ما گفتم اینو نقل کردم میگه. فقال جناب پیامبر صلی الله علیه و چی گفتن؟ من یلی من هذه البنات شیئا. از چنین دخترها کسی مالکی چیز شود. من يلي من هذه البنات شيئا معنای عربیش میشه یملک امره و قام به. همین کسی همین دخترها را یگون چیزاشا به کله گیرد یعنی خوردن پوشاندن نمیخه خود مهربانی که دیده. فاحسن الیهن به همین خود دخترها احسان کند. کن له سترا من النار. چنین دخترها برای چنین مادر چنین پدر چی میشن؟ سپر پرده میشن از آتش دوزخ. دیده؟ مهربانی به دخترها کردن. دخترها در روز قیامت اگر صالح شوند به شرطه
خیلی نه که مثلا بیچاره زنک پدر چیکار کنه پولو دوزه جمع کنه بعد دخترها رو دخترها مثال گیرن به همون خواهشات خودشون دیدشون چیزی میکشن، اون ماده هایی که در تلویزیون دیدن، در ژورنال ها دیدن، برآمده در بازار خریده گشتن گیرن. بعد میگن که این دختران، من دخترانو خیلی کسودم که میگن اون بچه اون مادر در روز خوامان پرده میشه. نه، این در برابر تربیه اسلامی غمخواری به فرزندها کردن. تشنه نمونن، گسنه نمونن دختر کودکا گفتن. اخرجه البخاری من کتابی فی کتاب الادب باب رحمت الولد و تقبیله و معانقته. دیده باب مخصوصا باب نویسن گفتن که باب در بیان مهربانی فرزند ولد که شد و پسرم در نظر داره دخترم دارم و بوسه کردن بوسه کردن. چون که برایش میگه بوسه کردن بعضی آدما پسراشون بوسه نمیکنن، خصوصا مردم کاوکاز باشن بغل نمیگیرن. و معانقه در بغل گرفتن، در گردن او را آغوش گرفتن. مردم کاوکاز مرد کودکش در بغلش میگیرن، بازارم را بعد تماشام را مهموندنم را زن بیچارم کودک میبردارن. وقتی که ما عائله داشتیم در کاوکاز، من فرزندم در بغلم گرفته به مسجد میبردم یا اونجا میبردم یا بیمارخانه اونجا میبردم، حیران میشدم که شرم میداشتم. حتی ما عائله خودم شرم میداشتم که ممکن نیست، ممکن نداشت. حیران میشدم که تو مخیم ملا خیلی درس میدیم خیلی معلم ملا خیلی میدیم و شرم میدارم. شرم اسلام نیافتم. معانقه از عنق گردن گرفتن، آغوش گرفتن، شغل گرفتن. این معنی ما چیش کنیم. حدیث رقم تحقیم غیر و مسلم فی کتاب البر و صلتی، در بیان برنکویی کردن و صله علاقی خویش تباری کردن. باب رحمت عیسی السلام از صبیان و العیال، باب در بیان مهربانی پیامبر نسبت کودکان و عائله. رقمی هم تحت رقمی هم. خب عن الزهري حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رواية الزهري كي مرة نذكر أبو سلمة از عبد الرحمن كي أبو هريرة رضي الله عنه فرمود قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا. ابو هريره میفرماید که جناب پیامبر صلی الله علیه و نبیری خود را حسن ابن علی را، حسن آخه برای چی نبیر میشده است؟ علی پسر عمه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آخه زن علی فاطمه بود. اما که حسن پسر فاطمه و علی بوسه کرد جناب پیامبر صلی الله علیه و نبیرش را حسن را و در نزد پیامبر صلی الله علیه و کی بود؟ اقرع ابن حابس تمیمی نشسته بود. اقرع نشسته بود. فقال الاقرع، بس اقرع گفت ان لی 10 من الولد. دیده در اینجا کتاب دیمان رو گذاشتیم. ان لی جار مجرور خبری پیش آمد میشه، 10 مبتدا میشه، مبتدای مؤخر. وقتی که این در آمد همون این مبتدا رو کافته نصب میکند، خبرش رفع میکند. این اسمش کدامش میشه؟ 10 اسمش میشه، لی جار مجرور خبرش میشه. خبر در وقتی که جار مجرور که ظرف شود دیگه چی میشه؟ غیر مفرد میشه. فهم من فهم. گفتای شیخ اول چی گفت؟ گفت که من 10 فرزند دارم. اگه ولد گفتم که اینه که من 10 پسر دارم، ابن پسر میشه. 10 فرزند دارم. ما قبلت منهم احد، یگون تشه در عمرم بوسه نکردم. بعد دید پیامبر علیه السلام یعنی که نبیرشون بوسه کرده ایستادیم. گفت که من 10 فرزند دارم ولی یک چه بوسه نکردم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال، جناب پیامبر صلی الله علیه و به او نظر کردن، نگاش کردن، گفتن که من لا يرحم لا يرحم، کسی مهربانی نکند به اون مهربانی کردن نمیشه. فهمیده؟ یعنی تو اگر نسبتی همین ضعیف ها، کودکا، بیچاره ها، هم مسکین ها تو مهربانی نکنی، بعد چه خلال به تو مهربانی میکنی؟
أنا حديث إخواني ما أمين بدس مسألة واحد أخرجه البخاري في كتاب الأدب وهو برحمة الولد والتحميل وحديثه ومسلم في كتاب البر والصلة وهو برحمة الولد الصبيان وعلى تمكن أمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. از حضرت عایشه مادر مرواد میکنند که فرمود یک اعرابی آمد. اعرابی عرب ها میگن که در بادیه، در صحراها، در کوه کوهکارها زندگی می‌کردند، در شول و بیابان خمزارا زندگی می‌کردند. عرب چی میگن؟ اعرابی میگن. یعنی به نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام. فقال بعد گفت تقبلون الصبيان فما نقبلهم. شما کودکان رو بوسه میکنیم، ما باشیم بوسه نمیکنیم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم از جناب پیامبر صلی الله علیه و چی فرمودند؟ گفتند او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. آیا با من مالک شدم میتوانم برای تو، آیا من دستم میبیاید که الله از قلب تو مهربانه را کشیده گرفته باشد؟ با من دستم چی میبرد؟ یعنی فرمودید در دست من نباشد اون مهربانه که الله از قلب تو کشیده گرفته باشد، من در قلب تو اندازمش. آیا من مالک میشدم میتوانم برای تو که الله از قلب تو، از سینه تو مهربانه رو گرفته باشه؟ یعنی اون کسی که نسبتی کودکا مهربانه نمیکنه و یا بوسه نمیکنه و غمخوار و دلسوزی نمیکنه و یک کسی بود است که الله از قلبش مهربانه رو گرفته برای خاطر بعضی خصلت‌های بدش، اساس همون خصلت‌های بد پرتو الله تعالی با همون مهربانه رو میده. پیغمبر مالک اون بود است. من و شما مالک شدن نمیتونیم، ما شما فقط چی نصیحت میکنیم که خیلی نشود، باید مهربان باشه. شاید این نصیحت ها باعث آن شود که الله تعالی دوباره در قلب همون انسانی جفاکار گویم مهربان رو برگرداند. نه اخرجه البخاری في كتاب الادب باب رحمة الوالد والتحويل والمعاناة. همش هم یک بگویم. ومسلم في كتاب البر والصلة باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان مش هتشوفي موضوع صوت خبر جنو عملي فعلي كارثة الصبيان والعيالة. حديث رقم خب. عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابو سلیمانی مالک ابن الحویرث میگوید که ما به نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام آمدیم و نحن شبابه متقاربون، یعنی جوانای در سن سال یک خیلی برابر میباشیم، یعنی قریب که هم جوان هستیم، قریب که سن سال یکدیگر ما به یکدیگر قریب هستیم. فاقمنا عنده 20 لیله، در نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام 20 شب استادیم. فهمیده؟ در نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام 20 شب استادیم. فظن ان نشتقنا اهلنا، بس گمان کرد که ما مشتاق اهل خود شدیم. یاش بعضش زن داره، بعضش پدر دارد، مادر دارد، عائله دارد. جناب پیامبر صلی الله علیه و گمان کرد که ما مشتاق اهل شدیم. 20 روز یکی در همیشه استادیم، زن بچه‌اش پرتوختیم. و سألنا عمن ترکنا فی اهلنا، بس جناب پیامبر صلی الله علیه و ما را سوال کرد، پرسید درباره کسانی که ما و یارا در اهل خود پرتافته آمدیم. گفتن کیا را پرتافته آمدیم؟ من از اینکه دادرش رو پرتافتم، پسرش رو پرتافتم، مثال میزنم، پدر مادر پرتافتم، خواهرش رو پرتافتم. فاخبرنا، ما را خبردار کردیم، یعنی این چیزی که گفتیم. و کان رفیقا رحیما، جناب پیامبر صلی الله علیه و بسیار مهربان دلسوز بود. اما رفیق و رحیم قریب که معناش یک در ترجمه داشت. جناب پیامبر صلی الله علیه و چی بود؟ بسیار مهربان و دلسوز بود. فقال گفت ارجعوا الى اهلیکم، برگردید به نزد اهلتون. فعلموهم، اونها رو تعلیم دهید. و مروهم، اونها رو امر کنید به نماز و روزه، هر چیزی که و صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتون در خانه خانه، یعنی در جای خودتون در خانه که در خانه.
در جاتون خانه کما رأیتمونی اصلی، خیلی که دیدید که من نماز میخوانم رفته در خانهتون آیا میخواین نماز صفت نماز من با این خانه. و اذا حضرت الصلاة، اگر نماز وقتش رسد فلیؤذن لکم احدکم، یک نفرتون برای نماز اذان دهد، ثم لیؤمکم اکبرکم، و از شما کلان چیکار کند؟ به شما امامتی کند. مفهوم؟ اخرج البخاری فی کتاب الادب و رحمت الناس والبهائم. 11 القدوة الحسنه، میگه برای خاطر به دست آوردن فرزند صالح الگوی زیبا در کن. الگو یعنی نمونه خوب شدن در کن. و بعد تو از صحت داشته به مثلا نرده بازی کنی، خرطه بازی کنی، در پشت تلویزیون نشسته، در پیش تلویزیون نشسته، یعنی تله سریال تماشا کنی، فیلم های سلسله بری تماشا کنی، بعد خیلی تو پیش رو بودی وقتی نماز هم نخیزی داد میزنی این نمازاتون کنی با رو طرفی سانتا باربرا. یا که مثلا زن شوهر دو حقارت تانه بازی کردن گرن کودکا دو کنج خونه لرزیده استن، یا که کودکا رو زنم بیریم های کنه بیریم همشون میپرسن چی کن بریم رو میدیم دو بچم جنگ کرد بس چه خیلی نمونی خوب باشه برای من پدر و مادر و اینی چی گوشتیم باید که پیش از این که زن گیری اول خدا تیار شد آیا نمونه شدن میتوانی یعنی برای فرزندان، یا که رنگ خدا من فرزندان میخوای جندی بر جندی شوند چی در تو. وعلى أولياء الولد أن يكونوا على قدر المسؤولية لعموم الحديث السابق. واجب بصاحبان فرزند أن يكونوا على قدر المسؤولية، چی بودنشون؟ به اندازه مسئولیت خود بودنشون واجب است. به اندازه مسئولیت خودشون بودن واجب است. میگوید یعنی اگر تو مسئول باشی در خانه همون مسئولیت خودت جواب دادی، به مقدار مسئولیت خودت باید باشی. اما مسئولیت خودت بیرین کار که کردی مسئولیت خودت زورت نمیرسه، یا که مثلا مسئولیت خودت اهمیت نداده به دیگر مسئولیت ها سر و کاردار شوی فرزنده صالح نمیشه. یعنی مسئولیت تو زنی خوب انتخاب کردن، او رو تربیه کردن، فرزندات تربیه کردن، هر دایم یعنی که نمونه باید باشی. با زن فرزند خودت راهبری نکنی، رئیس باشی در یک جا رو بیا از سحر تا شب رئیس کنی، شب میبیایی سحر میبری کودکا خوب، شب میگردی میبیایی کودکا خوب. مسئولیتی تو میگن برای چی قدوت توز من مسئولم، میگن جوابگیرم باید رها توز باشم، وقت نماز باید این باشه، کارگرا دعوت برادر یکم مسئولیت خودت به جا بیار. برای همون بسیار وقت میبینید که راهبرها فرزنداشون بی ترتیب شدنشون از پشت همون است که بیچاره ها مسئولیتی عامه را اهمیت بسیار میدهند و از مسئولیت خاصه بیخبر، زورشون نمیرسه. الا من رحمه الله، مگر کسی را الله تعالی با انصاف و توفیق شده باشد که میتوند هم مسئولیت خاص شه، یعنی به جای مسئولیت عامه شه. مفهوم؟ بله. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله بنابر عموم حدیث سابق حدیث گذشته مرد در اولی کلکم راع، هر کدوم شما به منزله چوبان است، راهبر است، و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدوم شما جوابگر از زیر دستان خودش. در زیر دست کیه؟ خواهرت تو جواب میدی، دادرت تو جواب میدی، اما خیلی پسر دختر زن و هاکذا. الثاني عشر
تعلیمهم ما یجب علیهم تعلمه من امور الدین. از همه ضرور امینه. این چی میگون؟ این غذای معنویش میگوین. خیلی که حرکت میکنه که کودکم از خطار خلق فرزندای خلق نموند، گفته از سر لوچ و پای لوچ و شکم گوسنه نماند، تشنه نماند، میگه که اولم ضرورتر و مهمتر همینه تعلیم دادن وایها، آنچه را که بالایشان واجبه تعلیم دادن همون چیز من بهمه. مثلا چی؟ امور دین. فرزندان تاجیکی مسلمانی ما، ازبکای مسلمانی ما امروز فرزنداشون به جای اون که قرآن آموزن انگلیسی میآموزن. کم تا پیش ملا میمونن، با همون ملا رو تنقیدش میکنن بیچاره. با اون میگو که صدقش دادم، منت کردم، میگرن خیلش دادم، طرف دورش کردم، اینش کردم، نونش فرستوندم. اون معلمی با انگلیسی را هر ماه دلار میتید شد پول پیسش میده، این منت نمیکنه. و در برابر اون تعلیمات انگلیسی گویا کاش که الله شناسی باشه. هم خیلی امور دین یکم درجه اگر ضرور باشه خیلی آموزن میشه، لیکن یکم درجه نیست. یکم درجه نیست علمی انگلیسی، زبان انگلیسی در کار هم نیست. من شما همین زبان انگلیسی رو رواج داده ایستادین. همین من شما آموخته تعلیم داده خود ما، یعنی که همین رواج داده ایستادین. بهترین زبان انگلیسی نیست. بهترین زبان همون زبانش که الله به همون زبان پیغمبر فرستاد و به همون زبان قرآن نازل کرد. مادامی که امروز تو ای مسلمان اعتراف کنی که کتابی الله این قرآن است، اعتراف کنی که از همه بهترین کتاب است، اعتراف کن که همه بهترین زبان عربیه. مفهوم؟ عن انس بن مالك قال روايات من الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جناب پیامبر صلی الله علیه و فرمود طلب العلم فریضه على كل مسلم. طلب کردن علم فرض است به هر فردی مسلمان، خواه مرد باشد و خواه زن باشد. اخرج ابن ماجه في المقدمه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. مع التحذير من سفر الأولاد إلى الخارج ولو للدراسة. در برابری احتیاط کنانیدن از سفری کودکان، فرزنده وقتی سفر میکنن که به خارج یا از خونه به بیرون میرن، یا که از دیه به شهر میرن، یا از شهر به دیگه شهر میرن، یا که از یک دولت یک جمهوری به دیگه جمهوری، یا که از یک جمهوری به دیگه دولت ها وقتی سفر میکنن احتیاطشون میکنونی. الا بعد تحصینهم بالعلم الشرعی و الزوجة الصالحه. به سفر اونا رو اجازت میدهی اگر ضرور باشد. بعد از وایها رو چیکار کردن؟ تحسین و یا را در گردشون خلعه زدن، کریپس در گرد فرزندا پیش از این که به خارج و یا را دیگه علم و علومی یعنی برای علم آموزی میفرستونه. اول این فرزندا را احتیاط کنونه. از چی خیلی احتیاطش میکنه؟ تیار کنه، در گردشون خلعه کنه که دشمن زده ندراید. همون خلعه از کدام متریال تشکیل میشود که فرزندا با بیخافتر میشن؟ به علم شرعی. به علم شرعی. چخیلی که در نزد پدر مادر میداند که زنا، دزدی، دروغ حرامه، وقتی کشوری کفر یا که دیگر دولت میارد برای علم آموزی، همون جزنکش کنه فهمد که دزدی و غارتگری و دروغ گفتن و دیگر و هاکذا اینا حرامه. فهمیده؟ این قلعه میگوید. و همسری صالح، زن صالحش میده که اگر مبادا بیزن سفر کند، اصلا خوب است که بیزن سفر کند. بیزن سفر کند اگر دائما یعنی که درش یعنی که در همبستی همون زن صالح باشد، یا که ضرور جای امر باشد که آیلش همراهش برد
برای یعنی که ضرورت دارد دست نه. این چی میگفتم؟ تعلیم دادن فرزندان امور دین. و قبل الختام شیخ میفرماید که پیش از اینکه سخن به خاتمه دهیم چی میخواهیم بگیم؟ اعلموا ان الاولاد محل فتنه. بدونید که فرزندان اینا محل فتنه، یعنی جایی نزول، محل اصلا حل جایی که من نازل میشه، جایی پیدا میشه، جایی سرچشمه فتنه این فرزنده. قال تبارک و تعالی، تبارک الله تعالی فرمود واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، و بدانید که مالهای شما و فرزندان شما فتنه. یعنی فتنه به معنای چه؟ امتحان، سنجش. و ان الله عنده اجر عظیم، در نزد الله از اجر بزرگ. با مفتون فرزند شده از الله نمانه، مفتون مال شده از الله نمانه. فرزند چی بود؟ گفتی فرزند کنی و گفتی الله دویم درجه. فرزند میخواهد که مثال که من میخوانم مرحمت خواهم، من پول دارم مرحمت، من نماز، روزه، حج، زکات و خواندن نمیخوام. آیا کسی شما گفته است که فرزندش تعریف میکنه، میگه که فرزندم پول دارد، پیسه دارد، مثلا جای کار دارد، معلومات عالی دارد، فرزندش تعریف میکنه. بس صاحب دختر میپرسد که این دختر خواست دارید؟ من میگم نماز میخواند، هم یک نماز میخواند، کم بودش فقط یک نماز، انشالله میشه فهمیده؟ دیگه چیزها رو بی‌ملال گشت و گفت ذکر کرد. نوبت نماز اومد دیگه یک نوچیز تحقیر کرده، بگه نماز چه؟ نماز هم صبر میکنه. مهم این نیست که یعنی که گفته که الله اکبر، حالا اینکه از اون معلومات عالی و از اون خوروندن و از اون جای کار همه چیزی ضرورتر چی کن نماز بود. دیدن معلوم تا کدوم درجه را عدیم بیگانه است. قال فی اضواء البیان، در تفسیر اضواء البیان که بوده این از اونی که شنقیطی نه گفت است که امر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة، لأن آية كريمة آية عظيمة مشكلة وعلموا أنما أموالكم وأولادكم. الله تعالى مردم در این آیه کریمه امر فرمود ان یعلم، که باید دانند، ان اموالهم و اولادهم فتنه، که مال و فرزندانشون فتنه ان، یختبرون بها، الله با اون مال و فرزند میسنجشون. یختبرون سنجیده، اختبار میگو. در همین مکتب ها اختبار در اولی سال میشه، در میانی سال میشه، در آخر سال میشه. در میانه انمی دنیا میسنجد تو، با امتحان در آخرت میشه. در دنیا میسنجد. هل يكون المال والولد سببا للوقوع فيما لا يرضي الله؟ آیا مال و فرزند سبب میشه به افتیدن در اون کاری که الله راضی نباشه؟ فهمیدید؟ انا این سنجش دیده میسنجد که همین مالتون سبب شد که شما امروز از نماز دیر کرده، فرزندون سبب شد که شما امروز بی نمازی کرده. میسنجد. و زاد فی موضع آخر، در دیگر جا الله تعالی با علاوه کرده گفته است که ان الازواج فتنه، نیز گفته است که زنها هم فتنه، کالمال والولد، همچون مال و فرزند. فامر الانسان بالحذر منهم، انسان الله امر فرموده است که احتیاط کند از اونها، از همش، از مال و فرزند و زن. ان یوقعوه فيما لا يرضي الله، مباد که وی را نشود که وی را واقع گردانند، گرفتار کنند، فیما، در یک کار، در یک عقیده، در یک اخلاق، در یک سخنی که اون کار پسندیده الله نباشد. وقتی که الله را راضی نکند همون کار، دونید که الله را غضب می‌کند. هر کاری که الله را غضبش آورد، دونید که
و گناه کبیره. همه زنک گفت که بطنگ داره، مرده گفت که تلویزیون گیرد. چیگه؟ همه تلویزیون داره، دختانه داره، همه فرزنداش در تلویزیون یعنی که تماشا کرده جهان به جهان شناخت شد. یعنی ما باشیم همین در خونه شستیم فقط هفته یک خانه 4 کتاب خانه گفتم میبونه زنه گفت با مرده که سستی گویم دایوس میجاز تلویزیون گیرد چی میشه؟ انمی تلویزیون گیردش زن یک فتنه شد که واقع گردانه او را فیما لا یرضی الله، در اون کاری که و یا همون کارش الله رو رضا میکنه. رضاگی الله رو که ناور البته غضب که باشد چی میشه؟ گناه کبیره. گناه کبیره. یگون یهود و نصرانه خانه به خانه، خانه به خانه، قشلاق به قشلاق و دهه به دهه من شما گشته لباسای میپوشوندگیشونه، خواه دختر باشه لباسی دختری باشه پسری باشه، خانه به خانه تقسیم کردن نگشت. وسایل کفر عوض گیره تشویقات پیش برده، تلویزیون، تریلکه ها، چیشو میگو بیاره به توجه ما و روسیه باشه محرقایی چه؟ و یک چیز یعنی همون طبقه خیلی شهر مومده طبقه بالای بوم نه همه با واسطه و خانه مسلمانان رو میبینید که بالای زنان در قد کوچه زنها همش حجاب دار در دل خونه هر یک کانالای فحش تماشا میکنن. خیلی مردکا در بازار زنها در خونه. خیلی زنها در خانه هستن که از اون بازار هم بدتر. خیلی صحیح. خصوصا زن اگر در گرد گوشش در گرد اطراف هیچ کس نباشد دیگه تنهایی تماشا کنه با شیطانش میسوزه. چقدر پشتی زنا و کودکا اصلا خیلی شیخ ما میگه کودکا اصلا همین تلویزیون کشد کودکای مایده اصلا کودک سر دختر رو نمیگم کودک اصلا دور میزنه مونی میگه کینوی من میشم فلان کینو میشم فلان مردک باید نغزیدن شد یاد میتدن و خود در گرد اومه شیسیگه مادر شیسیگه أنا بدبختين. ثم أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذهم فيحذر منهم أولا ويصفح عنهم إن وقع منهم بعد الشيء. سپس الله تعالی با همون انسان امر کرد که این اطلاع علی ما یکره اگر اطلاع یابد اگر خبردار شود با اون چیزی که ناخوش باشد مکروه باشد از این دشمنانی که ویها از همه نزدیکترین مردم به او هستند و خاصه مردم هستند به او هم اولاد ازواج. یعنی اگر انسان میگوید حس کند که از همه نزدیکترین به او از دیگه آدم ها رو دیده یا کاری نامعقولی کرده ایستادیان این زن و فرزندش کنند باید که از اونها گذشت کند یصفح بخشد اونها را ولا یؤاخذهم اونها را جزا ندهد فیحذر منهم اول اونها را چیکار کند از اونها یعنی حذر کند احتیاط کند با از اونها گذشت کند این وقع منهم اگر از اونها صادر شود بعدش بعضی او کم و کم بوده به شرطی که اون کم و کم بوده با ارکان با واجبات اسلام سر و کاردار نباشد. بعد چیکار من بخشیدم دخترش رفته میشه گیریم در یک برخانه گویم شبش گذرانده است یا که شب نشینی کرده حتی پسر بچه ها این خیلی که بیشتر گیریم این کار نشد ترجمه دادار شرمنده کنیدن تمام
نه خیلی دختره کو بعد از نصیحت همین قدرش میشه شبیگی همین قدرش شبیگی گیپس قدی کوچه برای دستش در گردنش قویز چونکه قانون الهی رو باید میکرد ایده عمیلی دایوشی و فقط زنی فلان یک کسی مسلمان میشه و دختر این گوزه ما یک کارهای مکروه یک چیزایی کم بودی نشانه هاش میشه که موش نمایان میشه دخترم گفته من میکنیم هزارشو میکنیم بعد از آن با چی ما میمان تو رو خیلی بخشیدی میکار نشد همین خیلی است همین بحرها آبشون از خطرها با همین سیرها اکنون سیرهای کلان هم باشه خطرهای باران شده دیگه کم سیر شده خونه ها رو شست بردگی انمی یک مای موشیش گم نداره خنگش کنین داداش مونیته زنک بیشتر دوست کنه داداش مونیتش خیلی که من قطار دختر رو سنفی دم هم نجونم انا زنی بدبخش چکو من آسه کم سر میشه داداش مونیتر خوبا میبینه که 12 یکی شب شد دختر نیست در خونه داداش مونیتر بعد چه میبینه که رفته ابورت کردن نامز بالله چقدره در بوستان من میشناسم دخترای رکی اگه چیکار من میرسه شیخ میبینه به طریق اون بیمارخانه نشینوسا اگه اصلا خشت با کار میکردن در بیمارخانه میگفتن که فلان دختر فلان دخترش 4 بار 5 بار در یک مسجد یک معده یک سال هم قریب 80 تا ابورت شده است یک سال هم 80 تا ابورت اگه جو من برست یا تلویزیون یا جو کرده البته گشته زنا کرده نعوذ بالله وذلك في قوله في التغابن این در قول الله تعالی در سوره تغابن میفرماید یا ایها الذين آمنوا ای کسانی که ایمان آورید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لكم بدرستی پاره از زنهای شما هم زنات نه باز زنهای صالح بعضی زنهای شما بعضی فرزندای شما دشمن هستن برای شما فاحذروهم از چنین زنها احتیاط کنید از چنین فرزندها احتیاط کنید کونوا معهم على حذر چنین یعنی چنین زن و چنین فرزند داشته باشد احتیاط باشد با همراهی و انتباه در دقت باشد از شر و یا که مبادا شر شما یعنی آج نگیرد تیز خاموش کنید شر آتش تیز آب زده است آب زدن به چی میشه؟ به دعوت کردن به معرفت به سخنی خوب بعد گم نگیرد به اون چی که طلب کرده میشه و این تعفو اگر عفو کنید و گذشت کنید و تصفحوا و تغفروا گناهاشون بخشید فإن الله غفور رحیم الله هم آمرزنده و مهربان است انما اموالکم و اولادکم فتنه بدرستی مالای شما فرزندای شما اینا چند فتنه است محل سنجش و امتحان هستند والله عنده اجر عظیم الله در نزد او اجر بزرگ است برای خاطر همون اجر بزرگ شده اینا را که احتیاط کنید همون اجر شما هم نصیبه دار شوید و کاری کنید که زن و فرزند کنم از همون اجر نصیبه دار شوید و صرح فی موضع آخر اینمو شیخ گفته سودیم صاحبی اضواء در دیگر جا الله تعالی صراحتا بیان کرد یعنی açık aydın کرده خشاد روشن کرده هم بنهی المؤمنین عن ان تلهیهم الاموال والاولاد عن ذکره معنی کرده که مؤمنان را از چی؟ از بازداشتنی مال و فرزندانشون و ایها را از ذکر الله یعنی احتیاط کنید که با مبادا زن و فرزند مال از ذکر الله شما را باز ندارد نشود که یعنی که چرا از نماز دیر کردی زنم فرزندم مالم نشود و ان من وقع فی ذلك فهو الخاسر المغبون انا کسی که واقع شود در چنین کار در کدوم کار یعنی مالش زنش فرزندش از ذکر الله را باز دارد چنین کس خاسر زیان بیننده است مغبون در پول و پیسه اش کمبودی دار است
فی حدوده، در نصیبش. یعنی هر یک انسان نصیب دار هست، یک اجر و ثواب دارد، اما این خیلی باشد در نصیبش کمبودی دار است. حدود در نصیبش مغبون است، یعنی کمبودی دار است، نقصان است، نیکی هاش کم شده ایستادیم. و هو قوله تعالی، این قول الله تعالی است که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده، لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم، مالهای شما و فرزندان شما را از ذکر الله چی نکنن؟ بیگانه نکنن، غافل نکنن، باز ندارن، بیخبر نکنن. و من یفعل ذلك، کسی کند همین کارا، فاولئک هم الخاسرون، بس چنین کسها خودشان زیان بینندگان هستند، زیان کردن. و المراد بالفتنه فی الآیات، مراد از فتنه در این آیات های مذکور الاختبار و الابتلاء، یعنی سنجش و به بلا گرفتار شدن است. و هو احد معانی الفتنه فی القرآن، این یکی از معنی های فتنه است در قرآن، چون در قرآن با فتنه به معنی شرک هم می شود. و تقصیر المرء لا يحمله عنه زوجه ولا ولده، کمبودی انسان از انسان زنش و فرزندش نمی بردارد. هم خیلی این زنی کیه که با میگه که من کارم نیست، زنی تو این کمبودی در تو تربیت نکردی، تو جواب بدی. فرزند الله تعالی فرمود لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم، چی گفتم؟ بله، لن تنفعكم، با شما سود نمی بخشند، ارحام شما، خیش تبار شما و فرزندان شما. یوم القیامت یفصل بینکم، در روز قیامت بین شما جدا میشد. هم خیلی در روز قیامت بین خیش تبار جدا میشد، زن و فرزند جدا میشد، زن و شوهر جدا میشد. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته. هم خیلی يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مرجي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا يكز بكور خود مشغولة، ما كورا نسمع خلاي. والله بما تعملون بصير، الله بكردار شما بینا است. یعنی مبادا نگوید که الله من ندید ساده، نه، الله دیده ساده. فهمیدید؟ فالاولاد موضع فتنه، فرزندا خلاصه یعنی که این جای فتنه. ابتلاء و اختبار یختبرون الله بهم، فرزندا اینا یک سنجش و یک امتحان هستند که الله تعالی به اونها ما رو میسنجد. نتقی الله فیهم و نحسن فی اداء الحقوق التي لهم او نضيعها. الله تعالی ما رو میسنجد که آیا ما در حق اون فرزندا از الله تقوا میکنیم یا نه؟ در حق فرزندا از الله تقوا کردن چیه؟ همون برنامه‌ای که الله تعالی برایتون نویسه چه خیلی باید معامله کنی با فرزند و زنت، حوی رعایت کردن این تقوای الله است در فرزندا. مثلا فرمود اتقوا الله فی اولادکم، از الله تقوا کنه در فرزنداتون، یعنی حقوق الله رو در بین و پایمال نکنه. و نحسن فی اداء الحقوق، ما در ادا کردن حق حقوقی که بالای ما هست که نسبت فرزندمون باید ادا کنیم احسان کردیم، او نضیعها، یا باید پایمال میکنیم. انا میخواد الله میسنجه. والله سائلنا عن ذلك، الله ما رو میپرسه از اون. اسم فاعل و معنی فعل مضارع میاد. الله ما رو میپرسه. عن الحسن ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. از حسن روایت میکنم، هر جا که حسن ما حسن بصری داره که عبید الله بن زیاد عاده بدو معنی میاد، برگشتنه به معنی چی؟ همون با عکس بیماربینی رفتن میشه. بیماربینی اومد
معقل ابن یسار را فی مرضه دیدید در بیمارش دم کتاب دو گذاشتیم باشه کسی که عاده یعود گذاشتیم باشه ملا تذكر من تذكر الذي مات فيه بچ خیلی بیماری بود بیماری مرگ میبونه بیماری که از بین نمیخزه مرد فقال له معقل برایش گفت همون مهمون گفت سال است معقل همون مورد ایسادگی آدم میگون معقل ابن یسار عبید الله رو گفت چی گفت إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من به تو یک حدیث نقل میکنم که او را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدگی دارم که میفرماید ما من عبد استرعاه الله رعیة فلم يحتها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة فهمیدید کدام بنده ای که عبد اینجا به معنی بنده کدام انسانی که الله تعالی او را راهبر گردانیده است بالای خلق استرعاه الله او را چیکار کرده است راعی گردانده است رعیتا بالای یک رعیه خواه مثال گیریم او راهبر دولت باشد خواه راهبر محل رئیس محله باشد خواه پدر باشد در خانهش خواه زنک باشد در مال شوهرش در خانه شوهرش خواه فرزند باشد در مالی پدرش یک روایت خونده خلاصه این راهبرش کند الله تعالی فلم یحتها انا همون زیر دستش احاطه نکند به نصیحت احاطه نکند به چی؟ به نصیحت خواه راهبر دولت باشد در مردمی زیر دستش خواه رئیس محله باشد خواه پدر باشد اگر نکند نصیحت میگوید الا لم یجد رائحة الجنه مگر بوی بهش را حس نمی کند جنت نصیبش نمیشه از جنت میماند فی روایت در دیگر روایت آمده است که ما من عبد یسترعیه الله رعیة به مضارع آمده است کدام بنده را که الله تعالی بالای یک رعیت راعی گردانده باشد راهبر قرار داده باشد یموت یوم یموت کدام روزی که میمیرد مرد یک روز میمیرد و هو غاش لرعیته باشد اما روزی مرده ایستادگیش خیانت کرده باشد نسبت رعیتش خیانت چکل میشه حقشون ادا نکردگی باشد مرد الا حرم الله علیه الجنه مگر الله به او جنت حرام میگرداند سبحان الله اخرجه البخاري في كتاب الاحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح حديث رقم كذا ومسلم في كتاب الايمان باب استحقاق الوالي الغاش رعيته النار حق میگه راهبری که در رعیتش خیانت کرده است او دوزخ گفته والاولاد محل الهاء عن ذكر الله فرزندان محل غافلی از ذکر الله می شود که فرزندان شما را از ذکر الله غافل میکنن چقدر بیچاره مادرها هستن که از پشت فرزندانشون شستشو نگهبین نمازشون میمونن خیلی وقد يجرونك الى معصيه الله وقد يجرونك الى معصيه الله قد به معنی چی میشه در اولی مضارع غیر از کلام الله به معنی بعض میشه قلت بعضا میشود که تو رو به معصیت الله میکشن هم خیلی بعضا میشود که تو رو به معصیت الله معلوم میشه بعضا میشود که تو رو به طاعت الله حواسمان میکنه فرزند صالح خوب یا خوب فرزند نفس باغی پدر فرزند بد داغی پدر یعنی نفس چه تو چکار میکنه فرزند نفس فرزند نیک باغی پدر نیکی باغ میدونه باغ خیلی خورداره چی داره باغ سیب داره انار داره بنان داره همه چی داره
فرزند داغ پدر یعنی که بجای میروی پوشش کم بگیم این بیند که بچه‌تون این بیند که این شاخه مرش این بیند سنگ بر اتریز مرش کرد این بیند بچه مردم مکتب الله اکبر داغ الله نگهدار. فهم حينها عدو يجب الحذر منه. بس انو چنین فرزندا در اون حینها یعنی حینه که شما رو به معصیت میکشن دشمن هستن و واجب است میگوی احتیاط کردن از چنین فرزند. این خیر فرزند فقط در دم رشاد که خودی خرس نگه میداری خیر فرزند باید در دم رشاد که نگه میداری پنجره نگهش میداری اساسه تا رام شده نشه و رام شده دیگه بسترش میتی اساسه دهخونی میکنه وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفارة هذه الفتنة دیدید و مهربانی پروردگار بینید به طفیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به طریق او معرف چی میگوید و به تحقیق رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را ارشاد فرمود به کفارت این فتنه کفارت داشته بود کفارت این فتنه یعنی که ما بوده در امتحانی که کم بودی صادق کرده باشیم با هم با 10 بال نرسیدن 10 بالش نرسید 5 بال نرسد هنوز برای 5 بالی فره کردن 5 دیگه اضافه کردن با کفارت بوده چیکار کردن ان حذیفه قال روایت از حذیفه است حذیفه ابن الیمانی گفت که کنا جلوسا عند عمر ما در نزد حضرت عمر نشسته بودیم عمر بن خطاب فقال گفت ایکم یحفظ قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الفتنه کدوم شما در یاد دارد سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را درباره فتنه کدوم شما در یاد دارد از یاد میداند قلت انا کما قاله گفت که من در یاد دارم چه خیلی که هوای گفته بود یعنی هم چنان یاد دارم خیلی گفته بودم که قال انك عليه او عليها لجريء بدرسی تو در آن یا که با مذکرانه بعض روایت در آن لجريء البته چیزی جرأت دار است یعنی که تو جرأت داری مثلا فتنه رو چی بدنش میدونی جرأت دار معنی چیه یک کسی ناترسیدگی میزند که غیرت دار است بله با فرمود که فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فتنه انسان در خاندانش در مالش در فرزندش در همسایه‌اش فتنه به فتنه گرفتار شود انسان پشت زن بچه که شرمنده میشه بعضی آدم اونو کنه بعضی آدم بی‌آبرو میشه در مالت مساگریم یک بی‌آبرو میشه در فرزندت بی‌آبرو میشه در همسایه‌ات که همسایه نومر میبره که مثلا به همسایه به همسایه آزار انمی فتنه را که کفارتش چی است تو کفیرها انمی چونی فتنه را کفارتش نماز روزه صدقه امر بالمعروف و نهی از منکر است اخرجه البخاری فی کتاب الصلاة باب الصلاة کفاره و مسلم در کتاب الفتن و اشراط الساعه و الفتنه التي تموج كموج البحر در بیانی در باب مسلم در باب فتنه که به مانند موج بحر چی میزند موج میزند و ختاما و در آخر المسلم يعمل و يمتثل هذه الامور مسلمان عمل میکنه مسلمان بی عمل نمیشه و مسلمان این امور را که ما ذکر کردیم اینها را مثال میگیره برای خود نمونه میگیره یمتثلو همینا رو برای خود چی میگیره نمونه میگیره از همینا گرفته خودش آراسته میکنه و یسأل الله التوفیق والاعانه با در برابر این
تعلیمات این برنامه از الله توفیق یاردم میپرسن. خیلی نه که من خودم میشدم یاد گرفتم 12 پوند کتب دارم، نه الله یادم میپرسه. فقد يسبق الكتاب بشيء غير ما كنت تريد، چون که بحثا میشود که کتاب یعنی تقدیر یسبقو پیشکی از تو پیش میگذرد. یک چیز داره که همون چیز غیر ارادی تو میباشد. تو میخواهی زنی نیک موفق با پروگرام چکو کردی کافتی زنی نیک. یکی میشود که در تقدیرت کتاب یعنی همون لوح المحفوظ انده دیگر یک زنی در بالا نقاب دارد دهنش پوشیدگی خپن دارین دهنش اشکوی تیز دارد وی آخه تو ندیده بودی خب بده پیش گرفتی وقتی هم گپ سر کرد دلون رو بدنست زبونش میبینید مقدروزه که این تقدیر میبینید برای من الله پرس که همون چخلی که بیرونش نقاب دارد و بیرونش دینه درون دهنش هم درون دلش هم تازه باشه. فعلا اینا به دعا میشه دی الله یاردمم که من بیرونش دیدم نازه چقدر ماها در حیات ما بیرون رو دیدیم بیرون شیخ در دور خدا همون جای خدا شیخ هم داریم ارزه ها میکرد که زن ها و دختر ها بودیم بعد از که خونه شیخ دارم بودن به گفت خدا شد بعد دیدن که اسلام نخیر شدن از در کار بودن طاقت کردگیش طاقت کرد طاقت نکردگی یک تا 8 حتی افتراد یعنی اسلام نمیگیم تمامش بیچاره همش خرید که غیر از یک نفرش میگیم خطا میکنیم 2 نفر یعنی که مثلا با الله تعالی پیشونش کشادگی با آرای نوازد دیگرش یعنی با بدبختی با سرسختی با وزمینی ها با گرفتار شدن چونکه ویا اسلام هم ظاهرا فهمید برای ما از الله پرسیدن نکنه زنم باشه باید الله پرسد یاردمش کنه مردم باشه فعلم ان هذا من قدر الله النافذ بعد بدون که این از تقدیر گذرندی الله است نافذ این تقدیر اجرا شونده الله است تقدیر الله که باشه و باید که اجرا شود نافذ میگذرد فهذا ابن سيدنا رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام بس اینجا بینن نگو پسری سيدي ما يعني كي رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام لم يكن صالحا صالح نبو وهذه زوج لوط كزوج الرسول همسر لوط لم تكن صالحة صالحا نبو وكذا زوج نوح زني نوح صالحا عليهما الصلاة والسلام يعني پیغمبر الرسول صالح نبو مع أنهما من أنبياء الله تعالى بوجود إن ناس پیغمبر الله بدن زناشون خیل بود و فرزندشون خیل بود ونادى نوح ربه ونداء کرد فریاد کرد نوح پروردگارش رو گفت ای پروردگار من این ابنی من اهلی وقتی که طوفان همه جا بچهش رفت بالا یک کوه می جنده همین یعصمونی گفت همین من نگه می دارم او پوبه که میشد دید که او بر همه طرف پخش کرده شده است دلش برای فرزندش رو گفت که یا ربی این ابنی من اهلی همخلای و درستی پسری منم از اهل من است و این وعدک الحق و وعدی تو حق است و من وعده کردی که اهلت نگه می دارم گفتی و این پسر منم اهل من گفت و انت احکم الحاکمین تو از همه محکمترین حکم کننده هستی حکم تو برای حکم تو دیگه نمیشه قانونی تو دیگه نمیشه گپ تو یک تو من وعده کردی که اهلت نگه می دارم و این پسر من اهلم است قال الله تعالى فرمود يا نوح انه ليس من اهلك ان از اهل تو نیست
إنه عمل غير صالح، این عملی ناصالح است که یک کس کافر باشد و از دین بیدین باشد و دشمنی الله دشمنی پیغمبر باشد و تو بگو که از اهل من است. یک قرائت. یک قرائت دیگه چی میگه؟ انه یعمل که عمل غیر صالح میشه قرائت. و عملی غیر صالح کرد چخنا اهلی تو بوده است. فلا تسألنی ما لیس لك به علم، تو من نپرس نسبت آن چیزی که علم نداری. این علم تقدیر است. انی اعیدک ان تکون من الجاهلین، من این پند و نصیحت برای تو به خاطر اون کرده استم که مباد از جاهلان نباشی، یعنی جاهل نشوی. گفتم من همین نصیحت کردم. نوح گفته که جاهل نشوی. چقدر فرزندای بی‌توفیق انگی او که پدر و مادر رو لعنت کرده میگه بچه‌م چی تو وای میگه داداش زد باشتم که نون هوا ماشته زنا رو میکنه دیگه چوگرم دیده. قال رب انی اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. چی گفت؟ فوراً گفت که ای پروردگار من بدرس من به تو پناه میبرم که تو را پرسم آن چرا که نسبتی آن علم ندارم. و الا تغفر لی، اگر تو من نبخشی برای این گپم، و ترحمنی، تو اگر من رحمخوری نکنی برای این گپم، اکن من الخاسرین، من از زیان بینندگان خواهم شد. فهمیدید؟ فالمسلم یعمل و یأخذ بالاسباب الشرعیه. مسلمان وظیفه‌اش چیه؟ عمل کردن. مسلمان باید عمل کنه. اول گفت که المسلم یعمل، خیلی که بچه فرزند بسیار گیری بعد بی اهمیت و یارپرد نه. و یأخذ بالاسباب الشرعیه، تو باید که چنگ به سبب‌های شرعی زن. سبب‌های شرعی در دایره شریعت تو عمل کردن گرد. تربیه وظیفی تو تربیه کردن گرد. و گپ گردونه بی نماز دزد فاحشه گرده نعوذ بالله دیگه این کاری تو نیست. و کل میسر لما خلق له، همه برایش میسر است نسبت آنچه که به همون چیز آفریده شده است. یعنی اگر فرزند تو اهل جنت باشد ان شاء الله همون نصیحتای تو هر روز نه هر روز میبینی که آساسا معقولش میشن، کارهای جنتی برای او معقول شده هم میگیره، چون برای همون جنت با کاری نیک آفریده شده باشد و همون کارهای نیک برای معقول شده میگیره. اگر مبادا الله نکنه که کاری یعنی که اهل دوزخ باشد، اگر من میبینی کارهایی که باعث دوزخ میباشن نصیحتای تو رو قبول نمیکنم، همون طرف کشیدن میگیرن. اما تو وظیفه خودت باید که ادا کنی، یعنی که اخذ بالاسباب الشرعیه. اللهم اجعلنا هداة مهتدین. در آخر شیخ میفرماید که الله مسئله دارم که ما را قرار بده همچون هدایت کننده که به طفیل ما زن و فرزند ما و دیگر دور و نزدیکا هدایت یابند. مهتدین و ما را قرار ده از جمله کسانی که در راه راست قرار یافتگی باشند. لا ضالین ولا مضلین، یعنی که ما نباشیم از جمله گمراه شوندگان و دیگران را گمراه کنندگان. و صلی اللهم و درود بفرسته الله علی محمد و محمد و علی آله و بخاندانش و صحبه و سلم و به صحابگانش و سلام بفرست. بله، من به آخر رسید محاضرة في الذات الأكباد حقوق الأولاد، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.